ساکنان آبادکار و مهنت‌دوست ناحیه شهر نو جشن 33 سالگی استقلال دولتی را در فضای صلح و آرامی، سرجمعی و آبادی وطن با افتخار از هویت وطنداری تجلیل نمودند. به بزم ایدانه ناحیه مهمانان از ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان تشریف آورده در شادی و خرسندی مردم تاجیک همشریک گشتند. هیئت اشتراکداران از نمایشگاه دستاورد و مظفریت‌های ساکنان ناحیه، محصولات استحصالی کارخانه و کارگاه‌ها، هنرهای مردمی و حاصل دسترنج خواجگی‌های دهقانی که در باغ فرهنگ و فراغتی به نام شاه اسماعیل سامانی تشکیل گردیده بود دیدن نمودند. مورد ذکر است که دوام سالهای صاحب استقلالی در همه ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه پیشروی‌های نظررس به میان آمده مردم به زندگی شایسته مشرف گردیدند. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی ناطقان به سخن برآمده اهل ساکنان ناحیه را به این جشن فرخنده و دلارای وطن تهنیت گفته آنها را بهر باز هم زیبا و نظربا و آباد و پیشرفته گردانیدن این گوشه دیار هدایت نمودند. باعث افتخار و سرفرازی است که جشن فرخنده 33 سالگی استقلالیت دولتی وطن در فضای صلح و وحدت و یکدلی و همدیگر فهمی با جانبداری از سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و شکرگزاری از آبادی و سرسبزی با یک جهان افتخار و سعادت با روحیه بلند وطنداری و میهن پرستی تجلیل کرده می شود. امروز هر یک فرد تاجیکستان به خوبی باید درک نماید که استقلالیت مقدس ترین نعمت، رکن اساسی دولت آزاد و آباد، رمز شرف و ناموس وطنداری، کفالت خانه آبادی و سعادتمندی، سربلندی و آسایشتگی و نیروی توانبخش حیات می باشد. قید گردید که به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهر نو بنیاد 224 انشاءات جشنی تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است که در عرفه تجلیل از 33 سالگی این جشن پرشکوه 24 انشاءات با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بنیاد گردیده مورد استفاده قرار داده شد. در ادامه به یک قطار کارمندان کسب و کار گوناگون جهت قدرشناسی زحمت‌هایشان در پیشرفت و آبادانی ناحیه با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت دوره به دوره با بنیاد مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون نو و زمانوی سطح نیک و احوالی مردم به تدریج بهبود یافته زمینه‌های رشد اقتصادی ناحیه نیز تامین کرده می‌شوند. همه این دستاوردها میوه‌های شهدبار استقلال دولتی به حساب می‌رود. سپس از جانب اهل فرهنگ ناحیه برنامه رنگارنگ کنسرتی منظور حاضرین گردانیده شد. سرود و ترانه‌های هنرمندان وحدت و یگانگی، همدلی و یکمرامی، وطندوستی و خویشتن‌شناسی و مفهوم استقلالیت ملی را ترنم می‌نمودند. همین طور ساکنان ناحیه شهر نو در فضای خوشی و خرسندی جشن 33 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند تجلیل نمودند.